بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید از تأخیری که پیش اومد. فیض هستم. نه مدرس روانشناسی ام، نه مدرس برنامه‌ریزی ام، نه واقعا ادعایی تو این زمینه دارم. اینکه به خودم اجازه دادم توی این زمینه وقتتون رو بگیرم به خاطر اینه که سالها این کار رو انجام دادم و خیلی سخت بود از اول که شروع کردم. خیلی نمیدونستم. شکست می‌خوردم، زمین می‌خوردم، نمی‌شد. یه سری هدف‌ها تو ذهنم بود، نمی‌رسیدم. بعد همش میومد تو ذهنم که مثلا بقیه پس چرا میتونن. اما وقتی که رسیدم به اون اهداف و نگاه کردم به آدم‌هایی که خب اون زمان برای من الگو بودن تو این زمینه و اونا رسیده بودن قبلا، دیدم که مسیر هممون عین هم بوده. مسیر این بوده که بری شروع کنی، نشه، شکست بخوری و دوباره شروع کنی. چون درد نمیارم سر مقدمه، بریم سر چیزی که دوره به خاطر اون دور هم اینجا جمع شدیم. حدود 8 میلیون، باور کنید اینو خیلی سرچ کردم ولی هیچ عدد دقیقی پیدا نکردم. حدود 8 میلیون گونه موجود زنده در دنیا وجود داره و هر سال 15,000 گونه به اون اضافه میشه. خیلی زیاده. این گونه است، یعنی مثلا یک مدل از مورچه ها یکی از این گونه است که خب تعدادشون خیلی زیاده و انسان هم یکی از این 8 میلیون گونه زنده در جهانه. و از بین این همه گونه زنده که خدا خلق کرده، همه موجودات دقیقاً میدونن برای چی میان توی این دنیا و میدونن باید چی کار بکنن، میدونن باید چی بخوره، چی نخوره، چجوری غذاشو پیدا بکنه. توی اجتماع خودش مثلا یه گرگ توی اجتماع خودش باید چجوری رفتار بکنه، با خانواده خودش باید چجوری رفتار بکنه، باید بره شکار بکنه. ما هیچ وقت یه گرگو نمیبینیم که در علفزار مشغول چریدن باشه. اون میدونه چی باید بخوره. شاید یه خرگوش هم نبینیم که بره گوشت بخوره، بره شکار کنه. اونا میدونن. تنها گونه‌ای که هیچ برنامه‌ای نداره برای زندگیش انسانه. هیچ کد نویسی نداره، هیچی نداره. ما حتی نمیتونیم زنده بمونیم به تنهایی. نوزاد انسان ضعیف‌ترین نوزاد جهانه که اگر رهاش کنی میمیره. هیچ دفاعی از خودش نداره. اینه که ما باید برنامه‌ریزی کنیم دیگه. ما هیچ برنامه‌ای نداریم. ما نه از پیش تعیین شده که باید چی کار کنیم، نه از پیش برامون برنامه نویسی شده که با خانواده‌مون چی کار کنیم، چی بخوریم، چی نخوریم، کجا بریم. و هر کسی توی این دنیا هر جایی که هست براش برنامه داشته. برای اونجا اگر کسی پول داره براش برنامه داشته، اگر کسی دکتر مهندسه براش برنامه داشته، اگر کسی فیت خوش‌هیکله براش برنامه داشته. و یه سوالی که بچه‌ها میپرسن اینه که خب چرا اینو میگی؟ اینطوری نیست. کی برای بدبخت بودن یا بی پول بودن یا چاق بودن یا مریض بودن برنامه داره؟ و جوابش اینه که اون آدما هیچ برنامه‌ای برای سلامتی نداشتن که مریضن. هیچ وقت برنامه‌ای برای لاغری نداشتن که چاقن. هیچ وقت برنامه‌ای برای سواد و علم و یادگیری نداشتن که بی سوادن. بی برنامگی ما رو میکشونه به اینجا، چون ذهن ما باید طبق یک برنامه‌ای عمل کنه. مغز ما یا ما بهش برنامه میدیم یا هرچه پیش آید خودش مدام داره انتخاب میکنه و هیچ مسیری رو نداره. این دلیلیه که ما باید برنامه‌ریزی کنیم. شاید دلایل خیلی زیاد دیگه هم باشه ولی به نظر من این مهم‌تره. اینکه من چرا این کلاسو گذاشتم؟ این کلاس یکی از اهداف سال گذشته منه. یعنی من سال گذشته که هدف‌هامو نوشتم، این کلاس یکی از اهدافمه و تیک میخوره و خیلی خوشحالم. اما شاید این هدف این شکلی نبوده باشه که من کلاس برنامه‌ریزی بذارم. نه، شکل هدف یه شکل دیگه بوده که وقتی برسیم به اون قسمت حتما براتون توضیح میدم. ولی خب برام دوست داشتم بهتون بگم. جالب بود. چرا تو اینجایی؟ چرا شما اینجایی؟ 2 تا دلیل میتونه داشته باشه. یا برای زندگیت یک هدف داری ولی نمیدونی چجوری بهش برسی. نمیدونی چجوری باید براش برنامه‌ریزی کنی. یا تو اصلا هدفی نداری. اصلا نمیدونی هدف گذاری چیه که بخوای براش برنامه‌ریزی کنی. خیلی وقتا شده که ما مثلا همه دارن در مورد یه موضوعی صحبت میکنن. من یادمه که یه بار توی جمع زنونه‌ای نشسته بودیم، همه داشتن در مورد لازانیا پختن حرف میزدن.
یکی میگفت من قبل از تو شیر میریزم، یکی گفت نه من آب میریزم، یکی گفت من آب گوشت میریزم. بعد من اصلا نمیدونستم کدوم قسمتش مایع اضافه میکنیم، چون مثلا هیچ مایعی بهش اضافه نمیکنم. اون کدوم قسمتشه که شما دارید در موردش حرف میزنید؟ دقیقاً یه وقتایی که دیگران حرف میزنن تو اصلا نمیدونن در مورد چی حرف میزنن. اصلا هدف چیه؟ چجوری شما تو زندگیتون هدف دارین؟ من اصلا هیچ هدفی ندارم، همینطوری دارم زندگی میکنم که حالا تهش هم بگم دوست دارم پولدار شم، دوست دارم فلان باشم. هدف خاصی ندارم. حالا شما میدونین کدوم این دسته این؟ هدفی دارین، برنامه ریزی رو نمیدونین یا هدفی ندارین؟ منم 4 سال پیش 5 سال پیش هیچ هدفی نداشتم و فقط برنامه میریختم. واقعا فکر میکنم شاید 2 ساله که الان دیگه میدونم هدف چیه و هدفمند شدم. من نمیخوام خیلی بحث رو طولانی کنم، ولی ما یه هدف گذاری، یه استراتژی داریم. استراتژی بین 3 تا 5 ساله. اسمش هم خیلی سخته. اصلا کاری نداریم استراتژی یعنی چی. یعنی اینکه من یک هدف بلند مدت دارم. استراتژی میتونه شبیه رویا باشه، میتونه نسبتاً دست نیافتنی باشه. استراتژی داشتن همونی هم که آقای محبوب فرمودن، استراتژی فرق میکنه. ما الان داریم در مورد هدف حرف میزنیم، باید خیلی ملموس باشه، دست یافتنی باشه. حالا اینا رو دونه دونه میگیم. حالا بالاخره شما ممکنه عضو گروه اول باشید یا دوم. در هر صورت ما از بیس شروع میکنیم. ما فکر میکنیم که بنا رو بر این میذاریم که الان هیچ کدوممون هدفی نداریم. نهایتاً بچه‌هایی که هدفمند هستن و یک مسیر رو تا قدری رفتن جلو، برمیگردن اهدافشون رو نگاه میکنن، ممکنه بهش اصلاحیه‌ای بزنید و قاعدتاً براتون مفید خواهد شد. من وقتی میگم هدف من، اول این منه مشخص بشه. من یه وقتایی مادرم، یه وقتایی دختر بابامم، یه وقتایی من مدیرم، من رفیقم. من خیلی منهای مختلفی دارم و همینطور شما. هیچ کس نیست که بگم من فقط یه من دارم، یه نقش دارم. ما هممون منهای مختلفی داریم. همین منهای مختلف، این من یه ابعاد مختلفی هم داره. یعنی من، هر کدوم از ما همینطوریم. منهای ما با هم فرق میکنه ولی ابعاد زندگی ما با هم یکیه. من پیچیده‌اش نکنم، میخوام دایره بکشم. شما اینو دارید توی اون برگه ها. مهمترین بعد زندگی ما سلامتیه. ببخشید من خطم خیلی بده. سلامتی از همه مهمتره. شاید از بعد از سلامتی بهت بگم آقا هفته‌ی بعدی با هم دیگه سلام خوش اومدی. هفته‌ی بعدی انقدر نمیتونیم رتبه بندیشون بکنیم، ولی واقعا سلامتی از بقیه مهمتره. وقتی سلامتی نداشته باشی هیچی نداری. مثلا تو هیچی نیستی وقتی سلامتی نداشته باشی. یکی از فامیلای ما تکنسین چاپخونه است. میگفت یه ماشینی یکی از این دستگاه‌های چاپخونه خراب شده بوده. اون برام تعریف می‌کرد. این دستگاه چاپخونه خراب شده بوده. من صبحش رفتم که این دستگاه رو درست کنم. صبح رفتیم و این دستگاه رو درست کردیم و یه پیرمرد نگهبانی اونجا بوده و این دستگاه تا شب انگار یه تلق تلق می‌کرده. این اصلا نخوابیده بود. بعد حالش هم دیگه خیلی بد بود. پیرمرد بود، نتونسته بود اصلا بخوابه. رفتمش گفتم که ببخشید شما نتونستین بخوابین، خیلی انگار اذیت شدین. و برگشت به من گفتش که ببین جوون، حواست به سلامتیت باشه. من فکر نمی کردم قراره اینقدر زندگی کنم. ما واقعا نمیدونیم قراره چقدر زندگی کنیم. این خیلی بحث مهمیه. تو داری برای چه مدتی برنامه ریزی میکنی؟ تا کیو داری برنامه ریزی میکنی؟ تا 40 سالگی تو داری برنامه ریزی میکنی؟ تا 70 سالگی تو داری برنامه ریزی میکنی؟ چقدر وقت داری که انجامش بدی؟ و این وقت فقط نفسه نیست که بیاد و بره. تو باید سالم باشی. یعنی تو داری برای زمانی برنامه ریزی میکنی که سالمی.
باید سالم باشی برای اینکه برنامه‌هات انجام بدی. سرما میخوریم از همه چی میافتیم. و این کیفیت عمر ما هم اهمیت داره. طول عمر یکیه ولی کیفیت بحث مهمتریه. یه پزشکی داشت میگفتش که شما 50 سالگی 40 سالگی میری دکتر میگن رگای قلبتون مثلا بسته شده. خب فکر میکنی این مال همون 40 سالگیه؟ این از 15 سالگی الی 20 سالگی شروع شده. تمام اتفاقات در بدن که توی سنین بالا اتفاق میفته از 15 الی 20 سالگی شروع شده. انقدر این بدن مقاومه، انقدر خودش رو نگه میداره و اونجایی که دیگه صداش در اومده یعنی دیگه بریده. 30 سال تو رو نگه داشته، با اون سبک زندگیت، با اون تصمیماتی که گرفتی تو رو نگه داشته. ساعت رو نگاه کردی وقت دارم. پس ما هر رفتاری رو از 20 سالگی شروع بکنیم، هر سبک زندگی رو شروع بکنیم، رقم میزنه که ما قراره تو 60 سالگی چه اتفاقی برامون بیفته. من همیشه فکر میکنم کسایی که به سلامتیشون خیلی بی‌توجهن اینا یا مریض نشدن خودشون و یا مریضی ندیدن، مثلا درگیر بیماری یکی از اعضای خانواده نشدن، اینا درگیر بیمارستان نشدن، نمیدونن چه خبر. من پدرم بازنشسته دادگستری قاضی بودن. وقتی که بازنشسته شدن یادم یه اتفاقی افتاد. من خیلی همیشه هم کلم نقطه میرم شکایت میکنم فلان میکنم، داشتم ازش راهنمایی میگرفتم. بعد با اون گفتش که بابا جون هر کاری میکنی یه کاری کن درگیر دادگاه نشی، تو نمیدونی اونجا چه خبره. و این همیشه تو ذهن من بود. خب اصلا اون شکلی که تو فکر میکنی نیست. مریض میشم میرم دکتر نیست، اصلا این شکلی نیست. تو وقتی یه بیماری کوچیک داری حرف 6 تا دکتر با هم فرق میکنه. استرس و اضطرابی که به خودت و خانوادت داره اضافه میشه. اصلا میگم اونایی که اهمیت نمیدن همیشه میگم اینا نمیدونن، اینا درگیر نشدن، چون واقعا وحشتناکه. جدای از این که چقدر از وقتت میره، چقدر زجر میکشی، اذیت میشی و سبک زندگی تو از بین میبره. در هر صورت به صورت کلی همه اینا یه انتخابه. فقط باید بدونی، تو بدون که چه اتفاقی قراره بر بدنت بیفته. آگاه باش. اگه سیگار میکشی، اگه اضافه وزن داری، اگه ورزش نمیکنی، هر 2 ساعتی که تو راه نمیری میشینی 1 دقیقه از عمرت کم میشه. به خدا ما اینا رو نمیدونیم تحرک با ما چی کار میکنه. اون غذایی که داری میخوری، اون جانک فود و فست فود و نوشابه، هر چی اب نداره. میخوای انتخاب کنی انتخاب کن، بدون چه اتفاقی سر بدن میاره. ولی وقتی مریض شدی مسئولیتش رو بپذیر. تو باید بدونی انتخاب کنی و در نهایت مسئولیت انتخابتو بپذیری. این همه اون چیزیه که ما توی هر بخشی بهش میرسیم. پس بعد اول سلامتیه. شما باید هر سال برای سلامتیتون هدف گذاری داشته باشی. من امسال میخوام برای سلامتیم چیکار کنم؟ ممکنه چکاپ داشته باشم، ممکنه باید برم یا مثلا اضافه وزن داشته باشم، یا ممکنه من مثلا باید یک پیگیری خاصی، مثلا ممکنه من توی ژنم مثلا سرطان فلان چیز هست، خانواده‌ام داره. خب من باید برم چکاپ بشم، باید برم تست بدم. همه این کارا رو باید بکنم. سبک زندگیم بده، غذام بده، حالا هر چی کس. بعد دومی که ما باید داخل اون هدف گذاری بکنیم خانواده است. میگم از اینجا بعد بچه‌ها واقعا همه این ابعاد یکی هم با هم دیگه، شاید نشه روشون ارزش گذاری کرد. خانواده بعضی چیزا رو من ممکنه یه کمی زیاد تاکید بکنم توضیح بدم و بعضی چیزا رو کمتر، به خاطر اینکه سبک زندگی که ما توش بزرگ شدیم یه سری چیزا رو برای ما خیلی بولد کرده. من نمیگم اهمیتی نداره، ولی برای ما بالاخره از وقتی که بچه بودیم رفتیم مدرسه یا همه چیز خانواده خیلی بولد شده. پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند، همیشه مخصوصا خانوم‌ها که همیشه برای اونها اولویت قرار داده شده. پس خیلی توی این زمینه من نمیخوام خیلی شلوغش بکنم. باید برای خانوادهمون وقت بذاریم. خانواده همیشه گفتم تیمیه که ما تا ابد داریم. آرامش ما. کاملیت هست، ولی من فقط دارم میگم هدف بذاریم. من نمیگم چی کار کنیم. آره شاید هدف گذاری کسی برای خانواده‌اش این باشه که از خانواده‌اش جدا شه.
ما نمیدونیم هر کس تو چه شرایطیه. برای من شاید این باشه که خب من باید با خانواده‌ام براشون وقت بگذرونم، براشون وقت بذارم، مسئولیتشون رو قبول کنم، فلان کارو براشون بکنم. ولی برای هر کس این هدف گذاری متفاوته، دقیقاً مثل سلامتی. و خب در نهایت ما از خانواده است که اون آرامش اصلی رو میگیریم و باید بهش رسیدگی کنیم.